حوزه نیست که داداش، پادگان نظامیه، جنگه. بچه‌ها چجوری باید این هفخان رستم با آرامش رچن برن بشینن سر جلسه؟ اولیای محترم، برادر من که شما هم بچه مدرسه داری، داداش خودت که صحبت نمی‌کنی. این کلیپ منو حرف زدن، حرفای آنچنانی بلد نیستم، جنگولک بازی بلد نیستم کنم که برسه دست نمیدونم وزیر آموزش پرورش این درد دل درانمو. شما برسون دست به دستش کن بابا. برای چی اینقدر سخت میگیرن برای این بچه‌ها؟ اعصاب همه بچه‌ها خوردن، اینقدر بچه‌ها استرس شخصیشونو برمی‌دارن میبرن تو مدارس. داداش مشکل شخصی دارین با بچه‌های مردم، این سوالا چیه طرح می‌کنید؟ آقای وزیر آموزش پرورش، خانم آقای فرهنگی، با شما 2 کلمه حرف حساب دارم، گوش میکنی چی بهت میگم؟ گوش کن 2 دقیقه. آقا جنگه، با بچه‌های مردم مشکل شخصی دارین، حقوق نمیدن، حقوقتون کمه. ما هم مثل شما درد داریم، ما هم مثل شما هزار تا مشکل. واقعا زحمت کشن چه کسایی که مشکل شخصیشون مسابقه است، مسابقه سختگیرانه ترین سواله. بچه اصلا سوالو میبینه برگاش میکنه با چه لباسی برن سر جلسه امتحان بشینن که چون لباس مدرسه تنش نبوده راه ندی. چه زنگ زده انقدر اعصابم خورد کرد. تو 40 متر ارتفاع اومدم پایین، 2 تا ساختمون اونورتر پیش رفیقامون اومدم تو یه ساختمون وایسادم که سر صدای آهنگر تو سرم نباشه، یه لقمه نون از گلون پایین نرفته، بشینم با شما 2 کلمه حرف حساب کتاب بزنم. ما دهه 60 هستیم، من ریش سفید دهه 60 آزمایشگاهی شما بودیم، دهن مهن ما رو آسفالت کردین، آموزشون ماشین نمره 4 کله ما رو اینجوری یه دونه 4 را باز می‌کردین، یادتونه؟ همون شما که هیچ وقت ازتون نمیگذرم، خدا ازتون میگیره. الان داری سر بچه منم همون کارو می‌کنی. بابا اسم شما فرهنگیه، چرا اینجوری می‌کنی؟ چرا اینجوری با بچه مردم رفتار می‌کنی؟ شخصیتشو خورد می‌کنی. هم مثل خر کار می‌کردم، هم درس می‌خوندم. بیاین سر منو ببرین، بیاین سر منو بدبختو قطع کنین به خاطر که 4 کلمه حرف حساب کتاب زدم. بابا اگه خونتون مشکل داری، آقای فرهنگی، خانم فرهنگی، من حرمت همتون رو دارم، همتون تاج سر مشکل دارین، سر بچه‌ها خالی نکن. اگه حقوقت پایینه سر بچه مردم خالی نکن. همین بچه فردا بس فردا سازه پیر میشی شما. اینا جوونن، زورشون به اون میرسه. یعنی چیه؟ دستگاهی که برداشتین درست کردین، اسکنر رو برمی‌دارین، بچه رو اسکن میکنید، دنبال تقلب میگردین. بچه‌ای که باعث شده اومده جای ناشناس میخواد یه امتحان بده، بچه‌ای که اومده تمام ذهنش الان باید درگیر درس باشه، میکنی بچه رو دنبال چی میگردی؟ همشون متقلبن اینا که داری اینجوری میگردی. گیت فرودگاه، هزار دور از جون، زبونم لال میخواد بره داخل 8 زندان داره رد میشه، میخواد مواد مخدر رد کنه که اونجوری داری بچه رو میگردی. آستینتو بده پایین، سر خودکارو برمیداری، کیف پولی چرمی اینقدی بچه چیه که میگیری میذاری به عنوان مشکوک به تقلب میذاری یه گوشه؟ این کارا چی میکنی؟ مگه پادگان نظامی رو انداختین داداش؟ اینا دانش آموزن، پای اساسشون نذار رو متقلب بودن. سالو صدا تو میندازی ته گلوس، برگه خود باشه، حواست برگه خود باشه، سرت تو برگه خود باشه. این چه کاری میکنی؟ اصلا بچه تمام مخش همین میکنه، میپره